سر این پسر توی دهن تمسا بود. مامانش وقتی این صحنه رو دید از ترس جیغ زد و پسرشو بغل کرد و فرار کرد. اما تمسا از پنجره وارد خونه شد و جلوشون رو گرفت. در واقع تمسا قصد بدی نداشت و فقط با پسرش یه دوست معمولی بود. این قضیه که گذشته روز تمسا ماساژور مادر پسر رو برداشت تا یکم خودشو ماساژ بده، اما اتفاق اونو قورت داد و بدنش مثل ویبراتور شروع به لرزیدن کرد. بعد از این داستان اون رفت حموم و با حال خوب در حال دوش گرفتن بود. اما زمانی که مادر پسر صدا رو شنید با یه جارو مستقیم رفت سمت حموم. ولی زمانی که تمسا از وان بیرون اومد، اون زنه یه شیلنگ 40 سانتی دید و سری فرار کرد. اون تمسا دیوس برای اینکه مخ مامانه رو بزنه، براش یه غذای خوشمزه درست کرد و بعد از چند روز دلشو برد و باهاش میرقصید و کیک درست میکرد و یه سری کارهای دیگه هم انجام میداد که دیگه اون به ما مربوط نیست. اما وقتی پدر پسر تمسا رو دید، حالش ازش به هم خورد. ولی تمسا به پدر یه لباس کشتی داد که باش کشتی بگیره. پدرم که توی جوونی‌هاش برای خودش پهلوون تختی بوده، به راحتی تمسای 300 کیلو رو کتک زد و بعد با هم دیگه حسابی خوش میگذروندن. اما یه روز یکی از همسایه‌های حسودشون به پلیس زنگ زد تا بیاد تمساشون رو ببره واقع‌بخش. و حالا پسر بیچاره که دیگه تمسا رو از دست داده بود و هیچ دوست دیگه‌ای نداشت، حسابی قلبش شکسته بود.